خب ما اینجاییم با هم دیگه دستبند رو درست کنیم. یه دستبند مسی با استفاده از این مفتولای مسی. چیزایی که لازم داریم: مفتول، یه دونه سیمچین، یه دونه هم گیره. مفتولامونو باید به اندازه 22 سانت ببریم. 22 سانت واسه اینه که اندازه دستمون بشه، یعنی یه دست خب کمتر از 22 سانته ولی باید 22 سانت ببریم، چون که گره ها رو که میزنیم یه مقدار کوتاه‌تر میشه، به هر حال کمتر میشه. برای درست کردن این بافت زیبا 7 تا میخوایم. تعدادش باید فرد باشه، به هر حال 7 تا 5 تا یه مقدار نازکتر میشه. 9 تا هم میتونید درست کنید که بافتش خوشگل‌تر هم میشه، پهن‌تر هم میشه رو دست. هر چقدر به هر حال دستتون پهن‌تر باشه تعدادش رو بیشتر بکنید بهتره، ولی خب چیزی که مهمه اینه که تعدادش باید فرد باشه. 4 تا، اینم 5 تا، اینم 6 تا، اینم به هر حال 7 تا. کی 2 تا، 3 تا، 4 تا، 5 تا، 6 تا، 7 تا. خب حالا این 7 تا رو باید کنار هم دیگه بچینیم. به این صورت. بعد میزنیمش زیر این گیره. حالا گیرم رو سفت میکنم، قشنگ سفتش کنید که بعد از دستتون در نره. خب حالا بازشون میکنم که ببینم چی به چیه. 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 6 تا 7. از این 7 تا یکی در میون، 3 تاشو میارم بالا، 4 تاش بالا، 3 تاش هم میره پایین. این یه دونه رو میاریم یه سمت. اولی رو آوردید این سمت، بقیه هم به همون سمت میره. بعد اینا رو میاریم بالا، این پایین، بعدی دوباره بالا، بعدی پایین، بعدی هم بالا، بعدی هم پایین. خب حالا بعدی و که آخری رو برمیگردونیم این سمت. این دوباره میره بالا، این آخریه. دوباره اینو برمیگردونیم سرش، دوباره همون قبلی بالا، بعدی میره پایین، بعدی میره بالا، بعدی میاد پایین، بعدی میره بالا، بعدی میاد پایین. این به این صورت. حالا میریم سراغ آخری. اینم میره بالا، بعدی میاد روش و دوباره همون پایین، بالا، پایین، بالا، پایین، آخری هم میره بالا. دوباره
آخری رو میاریم روش، بالا پایین بالا پایین بالا پایین، اینم میره بالا. دوباره اولی رو میاریم روش، از همین الان مشخص شد چطوریه. بالا پایین بالا پایین. این داره فشارش هر چقدر بیشتر باشه خوشگل‌تر. بالا پایین بالا. خب همینجور که من دارم این بافت رو ادامه میدم و شما دارید میبینید، همینجا این پایین سابسکرایب رو بزنید، یه دونه لایک هم برای ما بزنید، دست شما درد نکنه. حمایت شما باعث میشه که بتونم ویدیوهای بیشتر بسازم. خب دوباره آخری بالا پایین، این میره بالا، این میاد پایین، این میره بالا، این میاد پایین، این بالا. دوباره این آخری رو میریم روش، بالا پایین تو این قسمت اول به این صورت ضربه ها رو میزنیم، بعد به این صورت که یک دست و یک اندازه باشه. فقط ضرباتون زیاد محکم نزنید چون سیم مسی راحت پاره میشه. خیلی محکم بزنید سریع وا میره. و مرحله بعد کششه، یعنی با دو تا انبرده است از دو سمتش بگیرید و محکم بکشید، یا یه طرفش رو بگیره ببندید و محکم بکشید. حالا میبینیم که این دستبندمون چقدر قشنگ شد. بافتش رو میبینید.